این هیکلچه بودو را یک ساکنی ناحیه فرخور از بالای قلعه زالیزر پیدا کرده به آثارخانه ناحیه سپرده است. نیم پیکره ضمن کندن خندق روی خاک برآمده است. عزیزالله مرادوف مدیر آثارخانه ناحیه فرخور میگوید در گذشته نیز چندین هیکلچه از حدود ناحیه پیدا شده است، اما هیکلچه بودوی نو از آنها فرق دارد. این بودویی که امروز پیدا شده است از سنگ تراشیدگی است. آن بودویی که پیدا شده بودند از کلال آفریده شدگی بودند. برای همین موجودیت این خواسته است و قدیمه است و ما در نظر داریم که دوره‌های هخامنشی‌ها این چیز وجود داشته است. مرادوف میگوید تا امروز در قلعه زالیزر کافتکاوهای وسیع باستانشناسی انجام نشده است و این بازیافت باید بهانه دیگری باشد برای گذراندن کارهای تحقیقاتی در این موضوع. پیش از این باستانشناسان آمده در نتیجه کافتشوهایی که شرف میکردن اندک کنده ما باز مانده میرفتند و امروز تا حاضر یگان گونه شرف کنده شدگی نیست و از طرف باستانشناسان کشوده شوی هم شدگی نیست و در این باره تصوراتی کم هست در باره زالیزر. باستانشناسان پیدا شدن هیکلچه بودا را در فرخور به نفوذ داشتن دینی بودایی در این مکان می‌دانند. ضمناً مسئولان آثارخانه فرخور میگویند که تا امروز در قلمرو ناحیه 52 مکان تاریخی ثبت کردند که کلانترین آنها قلعه تاریخی زالیزر است که 70 گکتار را تشکیل می‌دهد. ناحیه فرخور در 180 کیلومتری جنوبی دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایگیر بوده با ولایت تخار افغانستان هم مرز است.